جان چیزیه معنی اول با هم که اینجا تشریف آوردن هدف همدردی با مردم شهرستان بم هست و برای تسلیت مردم این منطقه آمده ایم و بعد آمده ایم تا ببینیم که اینجا چه خسارات و ضایعات و نقصان وارد شده از نزدیک ببینیم و هدف همین است. بعد از اقداماتی که به عنوان این رهبر انجام دادید برای کمک رسانی و امداد رسانی به اینجا، میتونید یه توضیح کوتاهی بدید در این زمینه به عنوان اینکه اهل سنت چه کمک‌هایی به این منطقه داشته تا این لحظه؟ مردم زاهدان و بسیار مناطق دیگر وقتی که این حادثه دلخراش و اسفبار زلزله را شنیدن شتافتن به این منطقه، گرچه این آمدن مردم به صورت منظم نبوده اما در حد وسیع مردم آمدن اینجا و همکاری کردن در آوردن جنازه ها و زخمی ها و مجروحین و اما روز شنبه یک روز بعد از حادثه ستادی در زاهدان تشکیل شد و ستادی در بم و کمک های مردم جمعوری شدند از منطقه زاهدان و جای دیگه و سوق داده شدند از کانال صحیح و با نظم برادرانی آمدن. خدا جزای خیرشون بدن از طلاب حوزه و مردم برای اینکه کسانی که اینجا تلف شدند و زیر آواره ها رفتن این جنازه ها را بیرون بیاورند. بعد چه پیامی برای مردم ایران دارید و بازماندگان خانواده های زلزله زده؟ پیام بنده آن است برای مردم عزیز ایران که بشتابند برای نجات مردم بم و در این خساراتی که وارد شده، ضایعاتی که پیش آمده که نمیشه او را با زبان تعریف کرد، مردم بم را دریابند و همکاری کنند تا خدای عزوجل گرفتار نکند اونها را به این بلا، چون کسانی که با بلا زدگان و آسیب زدگان همکاری میکنند الله سبحانه و تعالی اونها را از بلا و آفت نجات میدهند. و پیام بنده برای مردم بم آن است که به این ضایعات و مصیبت صبر کنند و به خدا رجوع کنند و بدانند که این حادثه و این زلزله از جانب الله سبحانه و تعالی پیش آمده است. حالا بسیاری هستند که از روی اسباب ظاهری بررسی می کنند و رب الاسباب را فراموش می کنند و این خطای بزرگی است و اشتباه بزرگی است که بعض کارشناسان مرتکب می شوند. بالاخره همه دنیای اسباب هست، اما این اسباب را که آفریده؟ لہذا این زلزله را در این شهرستان درسته زلزله یک سری اسبابی داره، ولی او ذاتی که این اسباب را آفریده نباید او را فراموش کرد. مردم عزیز بم باید رجوع کنند به سوی خدا و مردم ایران، مردم استان کرمان و سیستان و بلوچستان و اینهایی که نزدیکتر به بم هستند همه باید توبه کنند اول و برگردن به سوی الله سبحانه و تعالی و بدانند که همه کار دست پروردگار است. اگر خدا نمیخواست که این زلزله رخ بدهد رخ نمیداد و لحاظا این زلزله از جانب پروردگار آمده است. همه ما مال خدا هستیم و خدا بخواد هر نوع تصرفی در ما بکند ما تسلیمیم در مقابل خدا و تسلیمیم به رضای پروردگار، به رضای او راضییم و قضای او هر چه باشد عدل هست در حق ما. شاید همه ما مستحق همین مجازات باشیم و عمل مردم ما از عمل مردم بم خوبتر نبوده است، ولکن الله سبحانه و تعالی و فضلش
و لطفش همه ما را گرفتار بلا نکرده تا ما بشتابیم به مردم بم اونها را نجات بدیم و عبرت بگیریم، درس بگیریم. الله اینها درس هستند که خدای تبارک و تعالی به ما میدهد و الله سبحانه و تعالی این حادثه را سبب هدایت و رجوع ما به سوی پروردگار بگرداند و به مردم عزیز بم الله سبحانه و تعالی اجر و صبر مزید عنایت کند و کسانی که از دست رفتند ارواحشون را در جوار رحمتهای خود جا عنایت کند و از تقصیرات همه اونها و ما درگذر بشود. بعد جناب مولانا روز شنبه من یادم شما بعد از اتفاق افتادن زلزله صحبتی کردید که صحبت‌های زیادی میشه در مورد اون صحبت. میخوایم از زبون خودتون اون مسئله رو بشنویم و شما گفتید که تقریبا در همون ساعتی که فکر کنم زلزله اتفاق افتاده بود یا روز قبلش در نماز صبح شما عنوان کردید که در حال نماز خوندن یا قرائت قرآن بودید و به گونه‌ای یک ترسی در دل شما بوده در مورد اینی که مبادا زلزله‌ای به این منطقه وارد بشه. در این زمینه از زبان خودتون میخوایم که حقیقت و قرآن میخواندم در معذرت میخوام روز قبل از زلزله یا روز خود زلزله؟ روز حادثه، روز جمعه، و در دلم این پیدا شد که ما اینجا ایستادیم نکنه یک وقتی زلزله ما را نگیرد. خیال پیدا شد در دل بنده و شاید همون لحظاتی بود که قریب به همون لحظاتی بود که این حادثه این جماعت صبح مسجد مکی ساعت 5:30 هستش و فکر کنم زمان زلزله هم تقریبا همون 5:28 همون حول و حوش که خیال در دلم پیدا شد که بنده توی محراب ایستاده، این هم جمعیت اینجا و زلزله یه وقت نیاد اینجا. همین خیال پیدا شد شاید همون زمانی بودی که این زلزله رخ داده بود. این وظیفه اسلامی ماست، وظیفه اسلام دوستانه هست و وظیفه که خدا بر ما محول کرده، وظیفه انسان دوستی ماست که ما به این برادرانمون رسیدگی بکنیم، مخصوصا برادران بمی. تمام ایرانی ها و همه انسان ها بر ما حق دارند و همه انسان ها حق بر گردن انسان های دیگر دارند، ولی خصوصا برادران بمی که هم از لحاظ تاریخی، هم از لحاظ جغرافیایی، هم از لحاظ قرابت و خویشاوندی و چه بسا خویشاوندان ما در این شهر زندگی می کردند که همه با هم رفتن به ملاقات پروردگار. لحاظ رسیدگی برای ما بسیار مهم هست و جا دارد که بنده تشکر کنم از همه مردم زاهدان، همه عزیزانی که اینجا کمک کردن، مردم بلوچستان، خاش، زابل، ایرانشهر و خصوصا بنده متشکرم از این عزیزانی که اینجا آمدن، برادر من مولوی عبدالحکیم، حاجی عبدالحمید که اینجا صحبت کرد و دوستان دیگری که اینجا تشریف دارند، علما، طلاب، مردم. 40 دستگاه ماشین تقریبا برادران، بیش از 40 دستگاه ماشین سبک و سنگین آوردن و مقدار کمک آوردن اینجا و خودشون با بیل و کلنگ آمدن که اینجا کار بکنن. تقریبا نکیت اول تا دوم شاید اونطور که دوستان گفتن زائد از 600 نفر آمده اینجا برای کار کردن و در آوردن. اما هر اندازه که ما توانایی داریم ما باید هم مادی و هم معنوی و همکاری کمک کنیم. الله سبحانه و تعالی زحمت عزیزان را به بارگاه خود بپذیرد و ما اونجا خدمت دوستان گفته که امروز جهاد همینه. حتی اگر جنگ کفر و اسلام در جای در بگیرد شاید مهمتر از او همین باشه که ما بشتابیم به عزیزان بمی و اینا را کمک کنیم و این خودش جهاد فی سبیل الله. کسی که مال داده او مجاهده، کسی که خودش آمده است اینجا که کمک کنه این مردم و مجاهد فی سبیل الله است.